برای چی شب قدر گفته می شود و چی شب از شب قدر؟ با پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرشان عایشه رضی الله عنها سوال کردن، گفتن که یا رسول الله اگر همین شب قدر رو من درک کنم من چی گفته دعا کنم؟ کسی که شب زنده داری کند شب قدر را، در دوام حدیث چی است؟ یعنی دل ما در همین شب باید زنده باشد، ما گوییم که دیگر از غفلت بیدار شویم ما همین شب. باری دیگر خوش آمدید میگویم عطاالله منانی را، برادر عزیزی ما را. غیر از آن که شما استاد ما هستید، ما شما را برادرانه دوست می‌داریم و شما برادری ما هستید، برادری مؤمن ما هستید و از این خاطر گفتیم صحبت ما صحبت آزاد است، یعنی آزاد صحبت میکنیم ان شاء الله. و در موضوع شب قدر و می گفتید که شب قدر، برای چی شب قدر گفته می شود و چی شب از شب قدر؟ ما چند روز پیش این موضوع رو پیگیری کرده بودیم، اما این موضوعی که امروز ما و شما باید مطرح کنیم و کوتاه در موضوع شب قدر می گفتید و بعد از اون اینجا سوال ها الکی پیدا شدن، به سوال ها جواب میدیم ان شاء الله. خب منش بسم الله الرحمن الرحیم. شب قدر چنانه که برای ما و شما معلوم است از آیات های قرآن کریم، الله سبحانه و تعالی میگوید انا انزلناه فی لیلة القدر، و در آیت سوره خطا نکنم دخان بود، آیت 3 و 4 الله میگوید انا انزلناه فی لیلة مبارکه. ما قرآن را در شب قدر فرود آوردیم، نازل کردیم. شب قدر همین معنای قدر وقتی اهل تفسیر شرح میدهند میگویند برای چی قدر نامیده شده است. بدو معنا میگویند. یکیش چنانه که آمده است در روایت ها، این به معنایی که تقدیر یک سالینه بشریت نوشته می شود، برای همین از همین سبب قدر نامیده شده است. و دویمش معنای همون قدر و قیمتی که در تاجیکی میگوییم، یعنی قدر دارد، یعنی با قدر قرآن، با نازل شوی قرآن این شب بسیار قدرش بلند شد. و این از جهتی معناش بود. از جهتی شب قدر در کدام روز است؟ شب قدر البته شک نیست که در ماه شریف رمضان است. و در کدام شب ماه رمضان بودگیش اهل علم چنانه که در حدیث های صحیح آمده است، در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تحروا لیلة القدر فی العشر الاخر، شما شب قدر را در ده آخر رمضان جستجو کنید. میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم فی العشر الاواخر من رمضان. در بعض روایت ها شب‌های طاقش و شب‌های ویتر میگوید در زبان عربی. ویتر به معنای طاق، یعنی شب طاقش جستجو کنید، شب 21 شب 23 همین شبی که ما در همان قرار داریم در همینش. و بعضی علمای متأخرین یعنی دیر آمده علما از اجتهاد کرده شب 27 گفتند، لیکن در یگان حدیث صحیح نآمده است که شب 27 گفته. فقط اجتهاد بعضی از اهل علم است که شب 27 میگویند. اما حتی حکمت اما علمایی که در حدیث دهه آخر گفته است، پیامبر صلی الله علیه و آله گفته هستند، میگویند که الله مخصوص همین شب را در دهه آخر ماند که برای چی؟ تا اینکه وقتی اولی رمضان می‌دراید انسان خیلی یک نشاط، یک حرکت، یک وی چی که دی قبول میکنه و ماه شریف رمضان پیشواز گرفته، لیکن رفته انسان کمتر ملال میبید و کمتر در طاعت ها در عبادت ها ممکن ضعیف میشه. از همین سبب میگن که دهه آخر بموند که الله تا اینکه آخر به ما با یک وی قوه نیروی دیگر که با یک ایمان زیاد کردی تا آخر همین ماه خوش رو با طاعت و عبادت گذرانیم گفته.
و شبش هم حتی معلوم نکرد که تا اینکه هر شب ما همین شبهای آخر دعا کنیم و صدقاً از الله پرسیم که الله مایه همین شب قدر مناسب بیند و موفق گرداند. برای همین این نسبتی چیش بود؟ نسبتی کدام روز بودنش. شب قدر چی عبادت کنیم؟ من در کار هستم، یا که منظورشان چی خیلی عبادت کنیم من در جای کار هستم؟ چنانه که استاد گرامی گفتند، اشاره کردند، از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که عایشه میگویند که یا رسول الله ارائیت این وافقت لیلة القدر فبما ادعو. با پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرشان عایشه رضی الله عنها سوال کردند، گفتند که یا رسول الله اگر همین شب قدر رو من درک کنم، همین شب قدر یابم، من چی گفته دعا کنم؟ یعنی در این شب یکی از عبادت‌های بزرگترین، یکی از عبادت‌های بهترین و اینچنین آسانترین این دعا کردن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک راهنمایی خوب کردن، گفتند که فقولی بگویید که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار تو بسیار بخشنده هستی، عفو کننده هستی و عفو کردن را دوست می‌داری، بخشیدن را دوست می‌داری، فاعف عنی، پس من بنده گناهکارت را ببخش. اینجا یک سخن دانشمند بزرگ علامه ابن القیم رحمت الله علیه به یادم می آید که ابن القیم میگویند که من هر دری رو، یک چند دری رو جستجو کردم برای نزدیک شدن به الله و در هر در، مقصد از در یعنی طرز عبادت، یعنی نماز و روزه و زکات و غیره و غیره و هاکذا، همه عبادت ها رو دیدم که در همه عبادت ها مزاحم بسیار است، یعنی همون اجرا میکردگی نفرها زیاد هستند. اما یک دری رو دیدم که در وی در کسی نیست، کم است. همون دری انکسار است. میگن انکسار، معنای انکسار یعنی شکستگی است، یعنی شکست دلی است، یعنی انسان خودش رو در نزد پروردگار خوار و ذلیل میگیرد، به گناههایش اعتراف میکند. یعنی یک عبادت دل، یک عبادت قلبش زنده میشد در همین شب. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی شب قدر گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، کسی که شب زنده داری کند شب قدر را، در دوام حدیث چی است؟ ایمانا و احتسابا، شرط است که نه فقط ما با جسم زنده داری باشیم، ایمانا اشاره به ایمان، یعنی دل ما در همین شب باید زنده باشد. ما گوییم که دیگر از غفلت بیدار شویم. ما همین شب فرق ندارد که تو در کار هستی، در کجایی که هستی، من میتونم که همیشه زنده دل باشم. همین شب در نزد پروردگار، در محضر الهی گویم که پروردگار رو ببینید که یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه حتی در بعد نماز یکی از فرضهای الهی رو اجرا میکنیم. ما نماز میخونیم، تصور کنید بعد نماز سلام دادن چی میگوییم؟ همه میدونند استغفر الله میگوییم. یعنی نماز خونده ایستادیم اما باز اعتراف به ضعیفی، اعتراف به گناه خود. در همین شبم وقتی عایشه پرسیدن از پیامبر صلی الله علیه و سلم، این یک اشاره بسیار مهم است که یعنی اعتراف به ضعیفی من اعتراف به گناه هم میکنم. بنده خواه ناخواه گناهکار است همیشه. کی کدام از ما گناه ندارد؟ همه ما. محمد ابن واسع رحمت الله علیه یکی از تابعین بزرگوار میگویند که اگر گناه بوی می داشت، بر بوی بدی من شما طاقت کرده نمیتونستید. تصور کنید تابعین اگر این سخن را گفته باشد، حال ما چی باشد بندگان گناهکار؟ برای همین برادر عزیز، شما در کجایی هستید؟ البته در مسجد بودن این بهترین است، یا در جایی که شما فارغ باشید و با عبادت خداوند راز و نیاز کنید. اما نوابسته از این، از همه عبادت بزرگ
این زنده کردن دل ما و شما و اعتراف کردن به پروردگار که من بنده بسیار گناهکار هستم، چون که در حدیث صحیح بخاری آمده است ابوبکر صدیق رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند که یا رسول الله به من یک دعا تعلیم دهید، من با چی دعا کنم در نمازم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر صدیق بکی بهترین امت، آن نفری که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر ایمان ابوبکر در پهلوی یک ترازو گذاشته شود و ایمان امت من در پهلوی دیگر گذاشته شود، ایمان ابوبکر زیادی میکند. برای همین نفر، برای صدیق گفتند که وقتی نماز میخوانید در نمازتان دعا کردنی هستید بگویید که اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. بگو که ای ابوبکر پروردگارا من برای نفس خود بسیار ظلم کردم، من گناه زیاد دارم و به جز تو دیگر کسی گناهی مرا نمی بخشد. فاغفر لی مغفرتا من عندک، تو مرا مغفرت کن با یک رحمت و مغفرتی از جانب خود، وارحمنی مرا رحم کن فانک انت الغفور الرحیم، تو بسیار غفور هستی، مهربان هستی. و چنانه که در حدیث عایشه گفتیم عفو کردن را، بخشیدن را دوست می‌داری. برای همین برادر عزیز همیشه با دل خود باشید، اعتراف با گناه کنید، خار و ذلیل گیرید خود را در نزد الله حق سبحانه و تعالی. و اگر خواهش میکردم عطاالله منانی شما جواب میگفتید به این سوال. من در کار هستم، نماز خوانده نمیتونم، نماز شب را خوانده نمیتونم در این روزهای پربرکت. اگر ذکر کنم ثواب شب قدر را میگیرم؟ سوال دادند. نه، چنانه که کمتر پیش گفتیم یک نفر دیگر هم همین مانند به همین سوال در کار هستم گفت چی گفتن؟ همیشه انما پیامبر صلی الله علیه و آله میگه انما الاعمال بالنیات، همه عمل انسان وابسته به نیتش هست. برادر عزیز، مادامی که شما صاحب عذر هستید، در کار هستید و از پی زندگی هستید، شما با پروردگارتان این شبه است که پیوست شدن زمین با آسمان، پیوست شدن قلب شما با الله حق سبحانه و تعالی. و چنانه که کمی پیش یادرس کردیم، انسان همون دعایی که پیامبر صلی الله علیه و آله به عایشه تعلیم دادن، شما بسیار بگویید که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر با عربی گفته نتوانید، با زبانی که میتوانید، هر آن چیزی که در دل شما هست از قلب شما باید براید. چنانه که از یک اعرابی بادیه نشین روایت شده است، وقتی معاذ ابن جبل رضی الله عنه را میبیند که دعا میکردن، میخواهد همون دعای معاذ را بگوید اما گفته نمیتواند و با یک همون چیزی که لهجه که زبانی که با زبان خودش لهجه خودش یک چیز زمزمه میکند و پیچی راست میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینند و میگویند تو چی دعا کردی؟ بعد میگوید یا رسول الله انی لا احسن دندنتک و دندنت معاذ. آن دعایی که معاذ زمزمه کرد و آن دعایی که شما زمزمه میکنید و با همون دعا میکنید، نیایش میکنید، من آن را نتوانستم، اما من از الله جنت را پرسیدم و از دوزخ دوری را جستم، از الله دعا کردم که الله مرا از جهنم دور کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید حولهما ندندن، دعاهای مایم اطراف همین آن چیزی که تا دعا کرده اطراف همین است. برای همین برادران آن چیزی که در قلب شما است بگویید در همین شب. الله سبحانه و تعالی چنانه که در حدیث آمده است به آسمان زمین نزول میکند و میپرسد که هل من سائل فاقضی حاجته. یگان نفری هست که صاحب حاجت باشد، یک حاجتش نیازش باشد، نیازش را برارم. یک نفری هست که دعا میکند، مغفرتش را میپرسد، من مغفرت گناه او را کنم و هاکذا. الله تصور کنید انتظاری نیایش ما میگوید گفته ایستاده است که کنی کدام شما از من میپرسید، من پرسش های شما، نیاز شما، حاجت شما را برارم. قلب ما و شما است. بله، واقعا